تاریخ ادبیات افغانستان در دوره محمدزی‌ها. خوشنویسان در این دوره: میرزا عبدالرحمن کابلی، متوفا در سال 1302 هجری، از خطاطان مشهور افغانستان و نمونه خطوط نیمه قلم سیاه و مشقی او در شماره 10 سال 6 مجله کابل چاپ شده است. صفدر علی از خوشنویسان عهد امیر شیر علی خان و در دربار شاهی سمت استادی اغلب خوشنویسان وقت را داشت. تاج محمد پسر زکریا خان از خوشنویسان خاندان محمدزئی، مخصوصا در خط نستعلیق بوده. نمونه خط او در سالنامه کابل معرخه در سال 1313 شمسی چاپ شده است. میر حسین حسینی، متوفا در سال 1309 قمری، از خطاطان مشهور کابل در عصر امیر عبدالرحمن خان است که خط را نزد صفدر علی خان فرا گرفته است. سید عطا محمد شاه. سید اصلا قنداری و از خوشنویسان معروف دوره امیر عبدالرحمن خان و امیر ایوب الله خان است که قطعات قلمی او به کثرت وجود دارد. وفات سید در سال 1347 واقع شده است. میرزا محمد یعقوب. میرزا از مردم کابلی و از خطاطان و میناتور سازان مشهور دوره امیر ایوب الله خان است که نمونه قلم او در سالنامه کابل سال 1303 شمسی چاپ شده است. ملا عبدالعظیم پغمانی یکی از خوشنویسان دوره امیر عبدالرحمن خان است که در آن دوره دیده از دنیا فرو بست. خلیفه غلام حسین جزء مامورین امیر ایوب الله خان در کابل و یکی از خطاطان قابل آن دوره است که کتاب و رساله‌های چندی به قلم خودش در نستعلیق نوشته است. خلیفه غلام صدیق کابلی از خطاطای مشهور کابل است که سالها در مطابع سنگی دوره امیر ایوب الله خان کار نموده و قطعات زیبایی از سو در دست است. میرزا سید محمد کابلی از منشیان امیر ایوب الله خان بوده و در چابک نویسی ممتاز و در خط شکست و نستعلیق ماهر بود و در دوره امانیه از دنیا گذشت. میر محمد حسین متوفا در سال 1309 شمسی، از خطاطای دوره امیر ایوب الله خان و مسلط در اقسام خطوط بوده است. میرزا محمد جعفر قنداری، باشنده کابل، متوفا در سال 1303 شمسی، از خطاطای عهد امیر ایوب الله خان و مدیر روزنامه افغان در دوره امانیه بوده است. محمد یونس کاکری از مامورین فابریکه کابل در عهد امیر ایوب الله خان از خطاطای آن دوره بوده. خط سلس را مخصوصاً با ناخن در روی کاغذ زیبا می نوشت. صوفی عبدالحمید قنداری یکی از فضلا و صنعتکاران مشهور و ماهر و خطاط قابل دوره امیر ایوب الله خان است که تا امروز شهرت خودش را در افغانستان محافظه کرده است. بر علاوه یک عده خوشنویسان دیگر در این دوره گذشته‌اند که اجالتا شرح حال همه آنها در دست نیست.